مطلب سیاف مزراب سردبیر هفته‌نامه SSSR. خیر خرگوش سلام نهنگ. موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چار چو بگذرید نهنگ آید و مار. وانگه به اسب و گوسفند است حساب، همدانه و مرغ و سگ خوک آخر کار. در این 4 مصرع تمام سالشماری بابایی گرد آورده شده است و اگر این شعر را از بر کرده اید می توانید راحت و به اشکال موچل یا خود مرجل را فولکشایی نمایید. واقعا هم سالشماری ما بسی قدیمتر از اروپاییان است، هرچند موچل یا خود مرجل سال اجدادی ما نیست. ما آن را از اویغوران چین قبول کرده ایم ولی تکمیل و تجدید ساخته ایم، زیرا تاجیکان در همه دور و زمان دستاوردهای خوب علمی و عملی را پسند می‌کردند و راحت قبول. و این است که فرض مثال چو ابو منصور فارابی فرزندان فرزانه به دنیا می آوردیم. ابو منصور محمد ابن محمد فارابی معروف به اسم الفارابی سال 870 در فارابی تاجیکان حالا ولایت در جنوب قزاقستان تولد شده 14 دکبر 950 در دمشق سوریه کنونی فوتیده است. ادیب، فیلسوف، ریاضیدان، موسیقی شناس و دانشمند تاجیک. فارابی را تنها به این علت که در سرزمین کنونی قزاقستان تولد شده است امروز قزاق عنوان کرده و به نامش مهر و پول و سکه ها میزنند و کسی نمیپرسد که سال 870 یک سو تا سال 1917 تا انقلاب لنینی قزاق و قرغیز حتی الفبا نداشت، چی رسد به عالم و دانشمند. قزاق‌ها این ادعا را نیز پیش می‌آورند که فارابی قزاق بود و به زبان دولتی یعنی فارسی تاجیکی انشا میکرد. با تکیه با همین دلیل آذری‌ها نظامی بیچاره را ترک آذربایجانی می‌خوانند و ازبک و قرغیز و قزاق و دیگر بادیه‌نشین‌ها باقی فرزندان فرزانه ملت ما را پریخواتیزاسیا کردند. عجیب این نیست که فرزندان تاجیک را بادیه‌گردان خودی میکنند. عجابت آن است که ما تاجیکان جای صاحبی کردن فرزندان فرزانه خویش دنب اشتر عرب را قپیده و از تمام دستاوردهای ملی امان رو میگردانیم. فرض مثال عبدالقادر برین از فرهنگ اوستایی پشتگیر شویم دوزخ میرویم. با همین طرز پریمیتیو ما عرف و عادت ملی را کلاً کفر اعلان کرده ایم. دیگر برای ما نه نوروز خوش است و نه صده خوشایند. حتی جشن‌های عروسی را با تکیه بر قانون درباره تنظیم محو کردیم. دیگر نه سرتراشان است و نه شویک یا خود نه مراسم به جهان مردی وارد شوی جوانان و نه سرشوان عروسان. حالا دیگر آش نهار ترکی و مغولی مد شده است، آش پلاو تاجیکی است. البته ولی سحر غذا خوردن و تعجیلاً پی شوبانی دویدن که مال را گرگ نخورد اصلاً مال نبود و نیست. امروز که سال نو می آید فنت‌های ما سر آن هم دعوا و دغا دارند. به اینها ما آدم در زندگی باید یگان توی و سر شادی و نشاط نکند، زیرا ما مسلمانان برای غم و غصه و گریه و اندوه تولد شده ایم. موسیقی حرام در یگان کتاب آسمانی معنی است. شادی حرام، نشاط حرام. آچی برای مسلمان حلال است جز نماز و جهاد. ولی بحث ما امروز سر سال نو است. متاسفانه حتی در دالان‌های حکومت نیز دوگانگی و دو اندیشه رایج است. در این مورد فرض مثال تا دستور شهرداری نشد تا 5 دکبر در یگان اداره ارچه نبود، زیرا این ارچه آرا و تارا یافته را نیز فنت‌های گلستگدار کفر اعلان کردند، حال آنکه ارچه یا خود سرو را ما همیشه آرایش میکردیم. صاحب میگوید سرو از بی ثمری خلعت نوروزی یافت، جگری خویش مخور گر ثمری نیست تو را. سال نو تقویم دولتی ماست. واقعا هم دنیوی بودن دولت تاجیکان ما را موظف می‌سازد که از سال نو تجریح کنیم، زیرا طبق سرقانون دولت ما که شکر خدا 98% مسلمان است و امروز یا پگاه 120% حاجی میشویم، موافق کلندر گریگوری و دنیوی عمل میکند، نه هجری و قمری و شمسی. انا اکنون برمیگردیم سر ادعایی که سال نو این تجلیل زادروز عیسی به قول پیغمبر عروس هاست. اول اینکه عیسی مسیح پیغمبر خداست و نامش در 2 کتاب خداوند در انجیل و قرآن رسما ثبت شده است. پس اگر این زادروز عیسی هم باشد چرا از آن جشن نگیریم؟ گلرخسار نازنین میگوید من پیکر بیگزند نام و نسبم، من دشمن جاودان تاری و شبم. از جسم مسیح می خواهم چیدن، در حزب پیام حق به مژگان و لبم.
حالا میگویند که SSSR و سیاف میزراب ضد دینند. اصلا چنین نیست. ما ضد ظاهر و ریش پرستیم که فرق از بت پرستی ندارد و این ادعای ما اهل اندیشه 100 ساله هاست دوام میکند. همین حالا که این سطور را می نوشتم، اکرم خان دولتوف خواننده سرسپرده ما عضو برادران SSSR و از شماره رقم 1 که تمام مطلب های گازیت مردمی را زیاد میداند زنگ زده و گفت شماره سالی نوی را انتظاریم که چی می نویسید. با او تو و دیگر خواننده ها و بیننده ها این سطور و اهل رکاب ریش و اصحاب ریا این بیت را چون هدیه سالی نوی و نیز برای تفسیر و تشریح پیشکش می نماییم. مشرکان وقتی دو چشمت را تماشا می کنند زیر لب گویند حقا قل هو الله احد.